سلام دوستای خوبم. تو این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چطوری سینه‌هاتون رو لیفت کنید. اولین روش ماساژ با روغنه که یه قاشق غذاخوری روغن زیتون رو با یه قاشق غذاخوری روغن نارگیل با هم خوب قاطی میکنید و سینه‌هاتون رو هر روز باهاش ماساژ میدین. دومین روش ماساژ با یخه. به این صورت که 1 یا 2 قالب یخ رو میریزین توی یه پارچه‌ای که پنبه‌ای هستش یا کتونی، بعد سینه‌هاتون رو 1 دقیقه باهاش ماساژ میدین. این روش ماسک لیفته که برای تهیه‌اش مقداری جو رو خوب پودر میکنید که شبیه آرد بشه. بعد 2 قاشق غذاخوری از این پودر رو با 1 قاشق چای خوری عسل قاطی میکنید و مقداری بهش سفیده تخم مرغ اضافه میکنید. سفیده تخم مرغ باید اندازه‌ای باشه که این مواد خوب با هم قاطی کنه. این ماسک رو 3 بار در هفته بزنید روی سینه‌هاتون و بعد بذارین خوب خشک بشه. بعد برین با آب ولرم مایل به سرد بشورید.